عزیزانم، بعضی ها بر دین اسلام اعتراضاتی را وارد میکنند و میگویند که در دین اسلام خیر وجود ندارد، شفقت و مودت و مهربانی وجود ندارد، حقوق و فلان و دیگر اشیاء وجود ندارد. میگویند که فقط در قرآن قتل و قتال و کشتن و خونریزی هست و بس. یک کلیپی از شفیع عیار را دیدم من که در آنجا میگفت که من دین اسلام را مطالعه کردم، قرآن را مطالعه کردم، اون قرآنی که مسلمانان شعارشان هست، من در اون جز قتل و قتال و کشتار و خونریزی دیگر چیزی را نیافتم. سبحان الله. واقعا که الله میگوید که لهم اعین لا یبصرون بها، برای کفار چشمانی است که به توسط آن دیده نمیتوانند. عزیزانم، من سراغ آیات و احادیث نمی روم، فقط یک حدیث را بیان می دارم و بس، مشت نمونه خروار. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که من در سفر به همراه رسول الله بودم. رسول الله برای قضای حاجت رفت و من دیدم در یک درخت یک پرنده دارای دو جوجه هست. جوجه های آن را گرفتم و اون پرنده در بالای من حلقه میزند که جوجه هایم را برایم بازگرداند. در این هنگام پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم آمد و گفت چه کسی این پرنده را با گرفتن جوجه هایش آزرده است، جوجه هایش را برایش بازگردانید. سبحان الله، سبحان الله. مگر این ترحم نیست؟ مگر این شفقت نیست؟ مگر این دین اسلام نیست؟ مگر این نبی ما نیست؟ عزیزانم، ما کور هستیم، نمی بینیم حق را شناخته نمی توانیم. در اینجا زمانی که حق را نتوانستیم تفکیک کنیم و یا بشناسیم، میگوییم که در اسلام جنگ است و قتال است و کشتن است و خونریزی است، خیری وجود ندارد.